سلام. بازم مثل همیشه رأس ساعت 10 لایومون رو شروع کردیم با مینی دوره افزایش تمرکز. خدمت شما هستم. با امید خدا امشب میخوایم اتفاقای خیلی خوبی رو کنار همدیگه رقم بزنیم و مطمئن هستم که صحبت‌هایی که در مورد افزایش تمرکز میکنم براتون میتونه مفید باشه، مثبت باشه و به کارتون بیاد تو هر رده سنی که هستید، تو هر صنف و شغل و هر رشته‌ای که هستید. تکنیک‌های افزایش تمرکز براتون میتونه مفید باشه. خدمت آقایون و خانومایی که توی لایو کنار من هستن، همراه من هستن، سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که این افتخار رو دارم که امشب در مورد تکنیک‌های افزایش تمرکز براتون توضیح بدم و بتونم کنارتون باشم، همراهیتون بکنم تا یک اتفاق بزرگ رو با همدیگه رقم بزنیم. چالش بمب از 1 آذر شروع میشه. توی این چالش میخوام با من باشید و آموزشایی که این چالش نیاز داره رو من از امشب میخوام شروع کنم. برای اولین بار این چالش در ایران میخواد انجام بشه و تا حالا مشابهش هم انجام نشده. اگه چالش بمبو بگیم 1، 2، 3 و 4 و 5 براش وجود نداره، رقیب نداره. شاید چالش بعدی که برگزار شده شماره 6 رو داشته باشه. این چالش بی‌نظیره، میتونه خیلی فایده داشته باشه و یکی از خصوصیات ناب این چالش اینه که آموزشاش و کارهایی که لازم داره تا تو انجام بدی از قبل از دوره داریم شروع میکنیم تا تو از 1 آذر بتونی بتر کنی به امید خدا. بریم شروع بکنیم. مینی دوره افزایش تمرکز و با تکنیکایی که بهتون میخوام بگم سعی کردم بسیار آن تایم کارو شروع بکنیم. این مینی دوره افزایش تمرکز بخشی از مباحثشو امشب بهتون میخوام بدم و بخشی از مباحثشو فردا شب بهتون میخوام بگم و مطمئن هستم که هر دو بخشش میتونه براتون نتیجه داشته باشه. تکنیک های افزایش تمرکز شامل 9.5 راهکار هستش. باید با من همراه باشید. این 9.5 راهکار رو همراه من باید بنویسید، اجرا بکنید و لذتش رو ببرید. بسیار نکاتی که بهتون میخوام بگم کاربردی هستش. از چند جبهه میخوام موضوع تمرکز رو بررسی بکنم و راهکار براش بدم. از موضوع روانشناسی میخوام بگم، مشاوره درسی میخوام بگم و یه بخشی از صحبت‌ها یه سری صحبت‌های منطقیه که تو داری هر روز تجربهش میکنی و میبینی و دنبال راهکاری برای برطرف کردنش هستی. باید بهتون بگم که قطعا مشکل تمرکزتون در زمان انجام کار، در زمان خواب، در زمان آزمون دادن برطرف میشه اگه راهکارهایی که بهتون میگم و دونه به دونه خوب بشنوید، یاد بگیرید و انجامش بدید. برای اینکه آماده مینی دوره امشب بشم 10 سال تجربه پشت این صحبتایی که میکنم هستش و آموزشای بسیار زیادی که دیدم، دوره‌های بسیار زیادی که راجع به تمرکز خودم گذروندم و همایشایی که شرکت کردم و بیش از 15 جلد کتاب در رابطه با افزایش تمرکز، راهکارهای مدیریت تمرکز و بالا بردن راندمان در کیفیت انجام کار. اینا کتابایی بودش که تعداد جلدهای زیادی رو من خوندم تا آماده مینی دوره امشب بشم تا بتونم بهترین کمک رو به شما بکنم. قطعاً صحبت‌هایی که بهتون میخوام بگم میتونه براتون مفید باشه. سعی میکنم تا انتهای لایو، بخشی از لایو، کامنت ها رو باز بکنم و به سوالات شخصی شما هم جواب بدم. میدونم که خود کرونا و آنلاین شدن تدریس دبیرا و اتفاقایی که حواشیش افتاده بخشی از تمرکز شما رو به خودش اختصاص داده، ولی باید اینو بهتون بگم این نکته رو، چون من سالهاست دارم با دانش آموزای زیادی کار میکنم، سالهاست دارم رتبه برتر میدم توی کنکور سراسری. باید این خبر خوبو بهتون بدم که کرونا با همه بدیهایی که داشته ولی تو موضوع تمرکز موضوع به شدت خوبی بوده. تونسته که کاری بکنه که شما
از حواشی به دور باشید. اگه یادتون بیاد تو سالهای گذشته وقتی که شما مدرسه میرفتید، کلاس میرفتید، با یکی از جمله های دوستاتون یا دبیراتون یه روز، یه هفته یا شاید سالها رو از دست میدادید، چون دبیرت به تو گفته بود که تو زیاد تو حل کردنی ها خوب نیستی. شاید تو رشته تو به خاطر همین عوض کردی، یه رشته رفتی که میزان حل کردنیاش کم باشه. موضوع اینه که کرونا چون ارتباطا رو کم کرده، به همون نسبت هم حواشی کمتر شده و تمرکز بالاتر رفته. یه موضوعی که دانش آموزم که رتبه 70 کنکور شده بود بهم گفتم که تو چطوری این کرونا رو مدیریت میکردی؟ گفت اتفاقا واسه من خیلی خوب بود، چون من خیلی آدم شیطون و مهمونی بروی بودم. وقتی کرونا شد خودم که کنکور داشتم نمیتونستم برم، این که بقیه هم نمیرفتن واقعا یه آرامش قلبی داشتم که هیچ کسی نرفته مهمونی، هیچ کسی نرفته کنسرت، هیچ کسی اصلا فوتبالی داره برگزار نمیشه که کسی بخواد ببینه. و این موضوع کرونا باعث شدش که این مهمونی نرفتنا، مهمون نیومدنا، مسافرت نرفتنا یا شما رو دعوت نمیکنن، این برای همه باشه دیگه، فقط خاص شما که الان دانش آموز هستی موضوع نیستش. و اینجاشو میگم که کرونا کمک کرده به شما. موضوع بعدی که میخوام اشاره کنم بهش یه موضوع یه خورده جنبه بیزینسی داره، باید حواستون باشه. من دوست دارم ازتون این سوالو بپرسم، کامنتارم باز میکنم که شما جواب بدید. میشه به من بگید که شعار همراه اول چیه؟ شعار تبلیغاتی همراه اول چیه؟ وقتی همراه اول رو میشنوی یاد چی میفتی؟ برای من تو قسمت کامنت بنویس. شعار همراه اول رو برای من بنویسید. چه شعاری داره این برندی که شما از خدماتش دارید استفاده میکنید؟ خب لایو سیو نمیشه، اینو مطمئن باشید. کلا لایو هایی که برای چالش بمب انجام میشه هیچ کدوم سیو نمیشن. خب اولین نفر درست گفت، خانم نرجس. خب داره اطلاعات خوبی میاد. رابو درست میگه. اتفاقا حالا مغازه رابو که توی لایو ما هم هستن قابای فوق‌العاده‌ای دارن. من یکی از قابای گوشیامو از اینجا گرفتم، قابای آیفونشون فوق‌العاده است. خدمتتون بگم که بله دایی درست میگید که هیچ کس تنها نیست. آره وقتی که شما با برند همراه اول روبرو میشید دقیقاً این شعار میاد تو ذهن شما. حالا من یه سوال دیگه میخوام بپرسم، شعار رایتل چیه؟ یه برند مشابه هستش، چه شعاری داره؟ رایتل شعارش چیه؟ برای من تو کامنت ها بنویسید شعار برند رایتل چیه؟ خب یکی از بچه‌ها داره برند رایتل رو با خاک یکسان میکنه. من دارم میخونم که چی نوشته راجب شعارش، دیدم که نه زده تو خط تخریب. خب این چیزی که جالبه اینه که شما از برند رایتل هیچ شعاری تو ذهنتون نمیاد. دقیقا موضوع تمرکز همینه. برند همراه اول تبلیغاتش تو دهه 80 شکل گرفته و شما تو دهه 80 چون حجم تبلیغات کم بوده و فقط صدا و سیما بوده، شعارش قشنگ تو یادتونه، شاید بارز و میهن و اینا هم همه تو ذهنتون باشه که شعاراشون چی بوده. ولی شعار رایتل چون تو دهه 90 بوده و دهه 90 پر از شکل‌های مختلف تبلیغات بوده، از بیلبورد و اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام و انقدر حجم این تبلیغات زیاد بود و شما بمباران تبلیغات شدید، شعار رایتل هم حتی یادتون نیست. شما رایتل نخریدید، با اینش کار ندارم، ولی شعارشو که میتونست یادتون بمونه. رایتل تو سال 99 80 میلیارد تومان خرج تبلیغاتش شده، ولی شما حتی شعارش هم یادتون نیست. این یعنی فقر تمرکز. ما توی مینی دوره تمرکز هستیم و موضوع تمرکز از اینجا من استارت میزنم. یکی از جمله هایی که دقیقاً داره به اشتباه به شما گفته میشه رو میخوام بهتون بگم. اینکه بعضی از خانواده‌ها میگن اگه من اندازه تو امکانات داشتم
رتبه 1 می آوردم. مثلا زمان من این همه کلاس کنکور نبود، آزمون نبود، کتاب نبود. ما تهش یه دبیر خوب داشتیم که با ما تو کلاس یه چند تا تمرین حل میکرد. ولی جالب اینو بهتون بگم که اتفاقا این زیاد بودن کلاس‌های خصوصی، کلاس‌های آنلاین، تنوع کتاب‌های تست، آزمون‌ها و صحبت‌های مشاوری و پیشنهادات حتی باعث فقر تمرکز میشه. من قبل از اینکه این جمله رو بخوام بهتون بگم یه مثال زدم از 2 برند که یکیش در زمانی بود که اتفاقا امکانات اون موقع خیلی کم بود، فقط همراه اول بود و شما یادتونه، چون اون موقع هیچ چیز دیگه ای نبود که شما بخوای ذهنتو بهش بدی و روش تمرکز کنی. و وقتی که تو دهه 90 یه برند دیگه ای اومد مثل رایتل، مثل شاتل و حالا امثال اینها و شما حتی شعارشون هم یادتون نیست. و جالب اینجاست که هزینه های زیادی هم میشه برای اینکه شما روی اینا تمرکز کنید، ولی تمرکز اتفاق نمیفته. تمرکز کردن راهکارهایی داره که میخوام الان بهتون بگم. ولی این جمله‌ای که بهتون میگفتن کاش مثلا ما هم الان بودیم، ما هم الان کلی امکانات داشتیم، من میخوام اینو بهتون بگم که خیلی از دکتر مهندسا و وکیلا که 20 سال پیش 30 سال پیش تونستن تو کنکور قبول بشن، اگه امروز بخوان دوباره کنکور بدن به خاطر این حجم امکاناتی که وجود داره بعید میدونم دوباره بتونن قبول بشن، چون خیلی رقابت شدید شده، خیلی امکانات زیاد شده. و همین امروز توی یکی از جلساتم دانش آموزی که صحبت میکردم گفتم خب چرا تا الان شروع نکردی؟ گفت من فقط 1 هفته داشتم تصمیم میگرفتم که کدوم آزمون رو شرکت کنم. شاید موضوعی باشه که خیلی از ماها راحت رفتیم ثبت نام کردیم، ولی دانش آموزایی هستن که فقط برای اینکه تصمیم بگیرن که چه آزمونی بدن روزها و هفته‌های زیادی رو از دست میدن که چه اتفاقی تازه میخواد تجربه بشه. پس بریم توی آیتم‌های افزایش تمرکز. ازتون میخوام که کاغذ و خودکارتون رو آماده بکنید، تکنیکایی که میگم رو یادداشت بکنید و امشب قراره خیلی بهمون خوش بگذره. قراره که دور هم دیگه باشیم، تکنیکای جالب و جدیدی بشنوید و انجامش بدید و نتیجه بگیرید. موضوع لایو امشب ما راجع به تمرکز، راهکارهای افزایش تمرکز میگم، از ابعاد مختلف میخوایم بررسی بکنیم، روانشناسی، مشاوره درسی و منطقی. چون هر جوری هم تو فکر بکنی منطق رو نمیتونی بزنی کنار. ببین یه خورده منطقی باشید. درسته که تو کلاسات آنلاینه و برای دنبال کردن کلاسات نیاز داری که با اینترنت و گوشی و حالا کامپیوتر سر و کار داشته باشی. من میدونم، تو هم میدونی که بخشی از تایم تو داره به کارهای غیر درسی پشت این لوازم میگذره. شاید این تایمی که الان تو اینستاگرام هستی داره یک اتفاق جالب و مشاوره درسی رو میبینی و یاد میگیری، ولی قبلش و بعدش آیا تایم هایی که میذاری همش با این اتفاق مثبت همراهه؟ این هم عدم تمرکزه. پس باید حواست جمع باشه، با ذهن آگاهی سراغ امکاناتت بریم تکنیک ها رو دونه دونه داشته باشیم. با این تیتر شروع میکنیم: چطوری با تمرکز درس بخونید. آیتم اولش مکان مطالعه شما خیلی مهمه. توی مکان مطالعه باید اینو بلد باشی که کاملا مکان مطالعه شما باید مستقل باشه. تو نباید موقع درس خوندن قدم بزنی، راه بری تو اتاق یکی دیگه درس بخونی، توی حال درس بخونی. معلومه که کسی بیاد تو رو از اون مکان بیرون میکنه و میخواد اون کار خودش رو انجام بده. توی یک فضای مستقل درس بخونید، فضایی که مختص خودتون باشه، هر چقدر کوچیک باشه مهم نیست، ولی اونجا جاییه که تو میتونی تا همیشه درس بخونی. مدیریت نور مکان، دمای مکان دست شماست. جالبه بهتون بگم که تحقیقاتی که انجام شده بهترین دما برای درس خوندن 21 درجه هستش. متاسفانه دنیا تغییر کرده ولی ما هنوز تغییر نکردیم. اینو میدونستی که فضایی که توش داری درس میخونی حتی بویایی تو میتونه به افزایش تمرکزت کمک بکنه. اگه رایحه نارگیل، اسانس نارگیل منظورمه، تو فضا باشه میزان تمرکز افزایش پیدا میکنه. اگه اسانس لیمو توی
اون فضا باشه میزان تمرکز افزایش پیدا میکنه. پس وقتی که من میگم آقا یه مینی دوره داریم راجع به افزایش تمرکز، انقدر قرار قضیه جزئی بره جلو، انقدر قرار من راهکار بهتون بدم که بتونید با نوشتن و انجام دادنش نتیجه بگیرید. من چند وقت پیش بود که ازتون خواستم که عکس محیط مطالعه‌تون رو برای من بفرستید، حالا یا پشت میز یا روی زمینه. حالا لزوماً چون من آدمی هستم بسیار واقع بین، شاید بگم 90% کسایی که میز دارن رو زمین درس میخونن. این واقعیته. خب هر کسی عادت داره یه جوری درس بخونه. من با کارهای اشتباه کار ندارم. من اول اشتباه ها رو بگم. این اشتباه ها رو تو مکان مطالعه انجام نده. روی تخت درس خوندن کاملا اشتباهه. روی تخت درس خوندن کاملا اشتباهه. حتی موقع مطالعه زاویه دید شما رو به تخت هم باشه اشتباهه. زاویه دید شما رو به پنجره باشه، تخت باشه، در باشه اشتباهه. اینا تمرکز شما رو به هم میزنه. من خیلی وقتا تو عکسای شما دیدم که شما کلی نکته چسبوندی به دیوار. اشتباهه. بهت گفتم که بکنش. ازتون خواستم که اون نکته ها رو جمع کن. آقا نکته ها رو کجا بچسبونم؟ روی درا بچسبون. وقتی که تو رفت آمد میکنی رو در کمد. حالا یه چیز جالب خاطره تعریف کنم. مثلا من خودم کف کردم، اینو شنیدم. یکی از دانش آموزام اومده بود به عنوان رتبه برترم از من تشکر کنه، گل و شیرینی اینا. بعد من همون موقع یک جلسه ای داشتم دقیقاً راجع به نکته برداری صحبت می‌کردم. از دانش آموزم که قبول شده بود، پزشکی تهران قبول شده بود، پرسیدم که تو نکته برداری چی کار می‌کردی؟ تو که دانش آموز من بودی، قبول شدی، پزشکی تهران هم قبول شدی، تو چطوری نکته برداری می‌کردی؟ دانش آموز جدیدم اونجا بود، می‌خواستم بشنوه که یک چیز واقعی باشه. گفت من نکته برداریامو رو درا می‌زدم، مخصوصا رو در سرویس بهداشتی، چون جاهایی بود که من زیاد رفت آمد میکنم، رو در یخچال، رو در کمد لباسم. حالا از چیش کف کردم که رفته بود توی دستشوییم برگه نکته برداری چسبونده بود. من دیگه همچین چیزی ندیده بودم، در عمرم ندیده بودم. یه دانش آموزی، حالا اون تایمی که دستشویی میره تایم کوتاهی معمولا دیگه، تو اون تایم هم نکته خونده باشه. و واقعا دانش آموزی که سهمیه نداره بخواد قبول بشه نیاز داره که به این جزئیات توجه بکنه ها. این موضوعی که باید بهش حواست باشه. دانش آموز قبلا داشتم اینو تجربه کرده بودم که طرف میره همون، نکته‌اشو رو کاوری میذاره میبره میخونه. همون خب یه تایم طولانیه، اینو قبلا بارها تجربه کردم، ولی این که طرف بره دستشویی نکته با خودش ببره رو واقعا ندیده بودم. حالا از موضوع دور نشیم. داشتیم راجع به تکنیک‌های افزایش تمرکز صحبت می‌کردیم. روی مکان مطالعه زوم کردیم. الان مکان مطالعه باید نورش دو رنگ باشه، هم سفید هم زرد باید تو محیطتون باشه. این نکته رو رعایت بکنید. مطمئن باشید با همین یه تکنیک تمرکز شما میره بالا. این تازه تکنیک یکش بود. بریم روی تکنیک بعدی. اول از همه من ازتون میخوام یه چک لیستی از ناآرومیاتون بنویسید واسه خودتون. این چون حریم شخصیتونه نمیخوام که کامنت کنید برام. خودتون واسه دل خودتون بنویسید که من سر چه چیزایی تمرکزم به هم میخوره. وقتی تمرکزم به هم میخوره، همین توی یک روز گذشته، توی 2 روز گذشته چه چیزهایی باعث شد تمرکز من به هم بخوره، به چه موضوعاتی فکر کردم وقتی که تمرکز نداشتم. با خودتون صادق باشید. همین الان 3 موردشو بنویسید برای خودتون. اگه دوست داشتید برای منم کامنت کنید، ولی من اصراری ندارم چون حریم شخصیتونه. اگه کسی چیز قابل گفتنی داره تو کامنت ها بنویسه. پس بیایم توی این لحظه با خودمون صادق باشیم که چه چیزهایی تمرکز منو به هم میزنه، به کدوم موضوعات فکر میکنم. حالا یه خاطره بگم تا کامنت میکنید شما و برای خودتون مینویسید. من فکر کنم 2 هفته پیش بود، روز جهانی گفتن حقیقت بود. بعد خیلی با شوق و ذوق اومدم این روز رو توی پیجم تبلیغ گفتم و استوری گذاشتم و گفتم حالا که این روز جهانی هستش بیا تو هم حقیقتشو بگو که چرا درس نمیخونی. عجب کاری کردم.
یه چیزایی بچه‌ها تو اون باکس نوشتن که اصلا من از پرسیدن این سوال دیگه سیر شده بودم دیگه، اصلا پشیمون شده بودم که عجب کاری کردم من این سوالو پرسیدم. طرف با دوست دخترش به هم زده بود، میگفت چی کار بکنم، یکی دیگه مادرش مریض بود. واقعا موضوعاتی گفته شد که پشیمون کردن منو، خیلی ناراحت کننده بود بعضیاش. حالا اینجا میخوام تو هم بگی، با خود صادق باشی که چه چیزهایی تمرکز تو رو به هم میزنه. باز الانم اون فاز غم فکر کنم داره میاد، بعضیا دارن چیزایی میگن که واقعا حق دارن که نتونن تمرکز بکنن. آره روی این رفتار خانواده صحبت میکنم حتما امشب، چون واقعا تأثیر داره و کامنت ها رو آره جواب میدم. فکر کنم مبینا هستی. آره جواب همه کامنت ها رو میدیم، البته اگه ببینم دیگه، چون تعداد کامنت ها همیشه زیاده، اونایی که میبینم و حتما جواب میدم. خب من خانم وفا یا آقای وفا هستی نمیدونم، چون عکس نداره پیجت. گفتی آهنگ. جالب بهت بگم من یه دانش آموزی پارسال داشتم کلا خواننده بود، البته 2 تا داشتم، یکیشون چند سال پیش بود یکیشون پارسال بود. حالا یکیشون که اون چند سال پیشه رو فکر کنم همتون میشناسید، خیلی خواننده معروفی هم هستش، اسمشو نمیگم. و یه دختر خانمی بودن که اتفاقا سراسری هم قبول شدن، پس میشه مدیریتش کرد. خب این لیمو من نمیدونم موضوعش چیه بچه ها دارم، اون رایحه لیمو منظورتون از لیمو دقیقاً چیه من متوجه نمیشم. خب بریم توی داستانمون. پس الان که داری منو نگاه میکنی، من از تو خواستم که یه لیستی بنویسی، حداقل 3 مورد از چیزایی که وقتی که تمرکزت به هم میخوره بهشون فکر میکنی. چه موضوعاتی باعث میشه همین تو یه روز گذشته، تو 2 روز گذشته چی باعث شد که تمرکزت به هم بخوره. آخه ما باید اول بدونیم مسئله چیه دیگه. خود تمرکز بعدهای مختلفی داره، اول مسئله رو بشناسیم بابت چی تمرکز داره به هم میخوره. یه تایمی رو در روز به همین لیستی که نوشتی اختصاص بده، بهشون فکر بکن، حلشون بکن. به این مثلا برای من الان SMS میاد که باید بیای کارت ملی تو بگیری، اومده. خب من دارم به این فکر میکنم، من نه آدمی هستم که وقتو بخوام بکشم. الان تمرکزم بالاخره به هم خورده، ولی به موضوعی تمرکزم به هم خورده که باید انجامش بدم، باید برم کارت ملیمو بگیرم. پس وقتی که نوشته بشه و انجام بشه دیگه اون موضوع حل میشه و از دایره حواس پرتیایی تو خارج میشه. به خاطر همین میگم بنویسید و تایمیو در روز به این موضوع در نظر بگیرید براش که حلش بکنید. اون موضوع رو بذارید کنار. از این آقا با یکی از دوستات بحثت شده، واقعا 5 دقیقه بهش زنگ بزن، موضوع رو حل کن، سوء تفاهم رو حل کن، بذار اون دغدغت دیگه حل بشه، بره کنار. پس موضوعی تمرکز موضوعی که ابعاد مختلف داره. تا الان 1-2 بعدش رو بهتون گفتم. موضوعی بعدی توی برنامه شماست. بعضی وقتا برنامه شما انقدر بازه و انعطافش زیاده که منم جای شما بودم تمرکزم به هم میخورد. برنامه باید یک اهرم فشار داشته باشه. این کلمه رو بنویسید، اهرم فشار باید تو برنامه باشه. یعنی چی؟ باید شما تو برنامه یک محدودیت هایی داشته باشید، مثل تعداد صفحاتی که باید بخونی، تعداد تستی که باید بزنی. بعد حالا توی مشاوره درسی ما اینو بهش میگیم برنامه حجمی زمانی باید نوشته بشه. خب من یه چند هفته‌ای هستش که روزای جمعه طرح رایگان مهندسی برنامه گذاشتم، گفتم آقا برنامه‌هاتون رو بفرستید، من تا جایی که فرصت باشه چک میکنم، اشکالاتش رو بهتون میگم، برطرف کنید. تقریباً 98% برنامه‌هایی که ارسال شد برای من این مشکل رو داشت، یعنی فقط اسم درس نوشته شده بود، هیچ محدودیتی توش مثل تعداد تست یا تعداد صفحات در نظر توش گرفته نشد. و واقعا اگه منم جای شما بودم یا هر دانش آموز خیلی زرنگی هم جای شما بود، تمرکزش به هم میخورد، راندمانش میافتاد. برای خودتون حتما از تکنیک حد زدن استفاده کنید. یعنی چی؟ مشخص کنید که تا کجا میخوایی بخونی، چند تا تست میخوایی بزنی و تو چه بازه زمانی میخوایی این کار رو انجام بدی. ببینید
ما داریم راجع به برنامه صحبت میکنیم، برنامه روزانه، برنامه هفتگی. برنامه‌ای که ساعت نداشته باشه برنامه اسمش نیست، چک لیست اسمش. اگه شما یه برگه کاغذ جلوتونه که فقط توش نوشته شده اینو تو روز مثلا دوشنبه بخون، این چک لیسته، اسمش برنامه نیستش. برنامه روزانه، برنامه هفتگی شامل ساعت میشه که از این ساعت تا این ساعت این کار باید انجام بشه. موضوع بعدی، موضوعی که میتونم بگم خیلی واسه تو میتونه موثر باشه توی افزایش تمرکز، افزایش سرعت شماست. سرعتتون رو باید بالا ببرید. اینکه چقدر سرعت تو بالا ببری یا چطوری این کار رو بکنی، موضوعی که میخوام توی این تایم بهش برسم و بررسیش کنم و راهکار بدم براش. اولین کاری که باید بکنید اینه که در بیارید که سرعت شما چقدر بوده. من ازتون میخوام برای من بنویسید آخرین درسی که تست زدید تو چه تایمی چند تا تست بوده. مثلا به من بگید توی 60 دقیقه 30 تا تست ادبیات زدم، توی 120 دقیقه 40 تا تست عربی زدم. برای من کامنت بکنید همین الان که تو چه تایمی چه سرعتی داشتید، چه تعداد تست زدید. خب منتظر کامنتاتون هستم. بوی لیمو خوبه، باعث میشه که تمرکزتون بره بالا. هادی پرسیده که من صبح ساعت چند بیدار میشم؟ اگه کار داشته باشم 6 بیدار میشم، شب شاید 1 2 3 بخوام. زیاد اون تایم خواب برام مسئله نیست، شده واقعا روزایی که اصلا هم شبش نخوابیدم. بستگی داره که چه کاری داشته باشم و چقدر به تایم نیاز داشته باشم براش، کارمو انجام میدم. خب بریم، بچه‌ها داره جواباشو میاد. 25 تا تست زیست رو در 30 دقیقه زده خانم سفری. بیایم رو همین خانم سفری زوم بکنیم تو این لحظه. ما میخوایم خانم سفری 20% سرعت تو رو بالا ببریم. تو که 25 تا تست زدی، 20%ش میشه هولوش 5 تا تست، 4-5 تا تست. پس تو دفعه‌ای بعد که تست زیست میخوای بزنی، حتی همین امشب بعد از لایو هم میتونی امتحانش کنی، بیا توی همون 30 دقیقه 30 تا تست زیست بزن. خب و البته تست زماندارم اینجوری نیستا، بهتون بگم چطوریه. تو باید بیای خانم سفری 30 تا تست زیست رو در 30 دقیقه بخونی، حالا هر چقدرشو که بلد بودی میزنی. خب آقای بخشی یا خانم بخشی نمیدونم، گفته در 40 دقیقه 45 تا تست دین و زندگی زده. خب این میشه هلوش 51-2 تا 20%ش. دفعه بعد من از شما میخوام که توی 40 دقیقه 52 تا تست دینی رو بخونید، یعنی تو هر درسی 20% برو بالاتر. خب خانم احمدی گفته که توی 1 ساعت 30 تا تست فیزیک میزنم. من از شما میخوام که دفعه آینده توی 60 دقیقه 35 تا تست فیزیک بخونید، حالا هر چقدرش که میتونید میزنید. یعنی 60 دقیقه تمام شد تو 35 تا تست فیزیک رو خونده باشی، سوالی نباشه که بگی وقت کم آوردم و نرسیدم بخونمش. برای همه شماهایی که کامنت گذاشتید دقیقا همین موضوع صادقه. خب خدمتتون بگم که لایو امشب به هیچ عنوان سیو نمیشه و ادامه لایو امشب هم فرداست. یعنی ما یه مینی دوره افزایش تمرکز داریم، یه بخشیش صحبت ها امشبه، یه بخشیش از موضوعات فردا مطرح میشه. خب یکی از بچه‌های دیگه گفته که من توی 30 دقیقه 20 تا تست دینی میزنم. برای شما هم همینطوری میشه. برای دفعه بعد توی 30 دقیقه 24 تا تست دینی رو باید بخونید. خب بریم ادامه بدیم موضوعاتمونو. پس با تکنیک افزایش سرعت برای تمرکز اینجا آشنا شدید. سرعت خودتونو تو همه درس‌ها بنویسید که آخرین بار توی چند دقیقه چند تا تست حدوداً زدید و همیشه هم کفتونو در نظر بگیرید. بزرگ نمایی نکنید، اغراق نکنید. اون کاری که واقعاً انجام دادی رو بنویس. آقا من دفعه آخر ریاضی تو انقدر تایم انقدر تست زدم، دینی توی انقدر تایم انقدر تست دادم. برای همه 8 درس رو بنویسید
و جلوی هر کدوم جلوی تستش 20% برید بالا. برای تایم بعدی در میاد که چی کار باید بکنید. حالا سوال مهم اینه آقای گنجیان، ما هر چند وقت یک بار این جهش رو داشته باشیم، این 20% رو ببریم بالا و تجربهش بکنیم؟ جواب از من، بهتون باید بگم که هر فصل باید این کار رو بکنی. یعنی هر 3 ماه باید این تکنیک رو اجرا بکنی. 80 درس رو بنویسی، تایم خودتو و تعداد تست خودتو بنویسی که تو آخرین بار زدی و حالا بگی از این به بعد مثبت 20% تستات چقدر میشه. بذار همینو یه کار کارگاهی داشته باشیم. الان جالب شد. ازتون میخوام که همینو توی برگه‌ای بنویسید برای من و جلوش اون هدف گذاریتونم بنویسید. تو پیج خودتون استوری بکنید با یکی از راهکارهایی که گفتم و جالب بود براتون و منم تگ بکنید. منم اینو استوری میکنم که این قولی باشه بین من و شما که این کار میخواد انجام بشه و بریم که اینو تجربه بکنیم. بریم موضوع بعدی. موضوعی که به تمرکز خیلی کمک میکنه ثبات تنظیم ساعت خوابه. ببینید چند تا کلمه داشت این جمله که خیلی مهمه. ثبات تنظیم ساعت خوابه. حالا ببین دقت بکن، چون موضوع اصلی تو خوابیدن اینه که تو میگی من نمیتونم مثلا ساعت 10 بخوابم، یه شب 1 میخوابم، یه شب 2 میخوابم، صبح یه بار 8 بلند میشم، یه بار 11 بلند میشم. خب این مشکله. چطوری این مشکل رو حل میکنیم؟ تو قدم اول ثابتش کن. باشه تو عادت داری 2 شب بخوابی، چشم 2 شب بخواب، هر روز صبح ساعت 9 بیدار شو. ولی هر روز 2 میخوابم 9 بیدار میشم. تو گام اول. تو گام دوم حالا بیا اصلاح بکن. اصلاح ساعت خواب از صبح انجام میشه. هر هفته نیم ساعت بیار عقب، 2 بخواب 8 و نیم حالا بلند شو. هفته بعد 2 بخواب 8 بلند شو. پس به این جمله دقت کن و رو هوا بزنشا. ببین چه جمله گفتم؟ ثبات تنظیم ساعت خواب. اینطوری نباشه یه بار 6 صبح بلند شی، یه بار 7، یه بار 7 و نیم. بذار برای خود هر شب 1 میخوابم، 6 و نیم بیدار میشم. ثابت. تو گام اول برای افزایش تمرکز ثبات توی تنظیم خوابتونه که خیلی خیلی موضوع مهمیه. خب من فکر میکنم که برای لایو امشب کافی باشه، چون موضوعات زیادی مطرح شد که اینا باید انجام بشه. باز اون قضیه‌ای که قرار ما بود و بهتون بگم، قرار شدش که همین الان برای تمام درسایی که تست کار کردی بنویسی آخرین بار توی چند دقیقه چند تا تست زدی و جلوش اون قولتو بنویسی که مثبت 20%ش چقدر میشه که حالا میخوای انجامش بدی. تو پیج خودت استوری کن، پیج شروع از هیچم تگ کن که برای من پیغامش بیاد و استوریتون کنم. و میخوایم بهتر کنیم دیگه با چالش بمب. میخوایم شروع بکنیم از 1 آذر و این چالش توش کلن اتفاقای جدیدی میخواد بیفته و بابت کسایی که هی میپرسن هزینه‌اش چقدره، این چالش رایگانه برای همه بچه‌ها تو همه مقاطع و همه رشته‌ها میتونن تو شرکت بکنن. بسیار جذابه و تقریبا ایده این چالش 2-3 ماه پیش تو ذهن من بود، ولی اون موقع برای شما اجرای کاراش امکان پذیر نبود، ولی الان براتون امکان پذیر هستش. روی این چالش خیلی کار کردم، خیلی براش مطالعه کردم و تجربیات بی‌نظیری رو توش میخوام بهتون انتقال بدم. مدت زمان چالش بمب 5 روزه. اگه تا الان توش ثبت نام نکردی میتونی بهم دایرکت بدی، عضو بشی و حتی شما که برنامه هم داری میتونی تو این چالش همراه باشی، چون اتفاقی که میفته مثل بمبه که تو میخوای بتر کنی اون 5 روزو و مطمئنا منم کمکت میکنم. پس قرار بر این شدش که اون 80 درس رو بنویسی و برای من استوریشو بفرستی که من رو قولتو حساب بکنم. خیلی خوشحالم که کنار هم بودیم. خدمت همه دختر خانوما و آقا پسرایی که توی لایو با من همراه بودن تبریک میگم که شما متفاوت تر از بقیه هستید، برای تایمتون ارزش قائلید و منم برای تایم شما ارزش قائلم. 30 دقیقه مدت زمان لایو امشب بوده. شما رو به خدا میسپرم. مثل همیشه دوستتون دارم، هم خودتون و هم موفقیتتون.